سلام. به اولین قسمت از پادکست رونا خوش اومدین. اسم من خزانه و اینجا پادکستیه برای تمام آدمایی که یه چیزی رو تو دلشون نگه داشتن. یه حرف نصفه، یه رابطه‌ای ناتموم یا حتی یه سوال بی جواب. اینجا قراره قصه‌هایی رو بشنویم از زندگی هممون. قصه‌هایی که شاید بلند گفته نشن، اما ته دل خیلیامون زمزمه میشن. اگه تو هم یه بار تو زندگیت وایستادی و با خودت گفتی اگه اون روز اون کارو نمی کردم چی می شد؟ یا اینکه کاش می فهمیدم تصمیمم درست بود یا نه؟ پس جای درستی اومدی. اینجا تو هر اپیزود یه تیکه از زندگی ها رو مرور میکنیم. نه دنبال نتیجه ایم نه قضاوت. فقط میخوایم ببینیم چطور خاطره ها، آدم ها و تصمیم های سخت یه جوری توی ما ادامه پیدا میکنن. با من همراه باشید. داستان امروز ما داستان عشق کاوه و ترانه است. کاوه هیچ وقت دنبال عشق نبود. نه اینکه بخواد سرد و بی احساس باشه. فقط از اون مدل آدمایی بود که خیال میکنن همیشه وقت هست. برای دوست داشتن، برای سفر رفتن، برای جدی شدن. وقتی ترانه وارد زندگی شد، انگار زمان یه جور دیگه شروع کرد به گذشتن. خیلی معمولی شروع شده بود. خیلی ساده. از اون رابطه هایی که نه با قول و قرارهای بزرگ بلکه با سکوت امن شکل میگیرن. هر دوشون پر بودن از نیمه کاره ها، ولی همین ناتمامی ها یه جور صمیمیت ساخته بود بینشون. ترانه یه دختر آرومی بود. نه اهل شلوغی بود نه دنبال دیده شدن. یه حس خاصی داشت که باعث میشد وقتی کنارش بودی یه لحظه هم نخوای جای دیگه ای باشی. ولی همون وقتا بود که مهاجرت کم کم جدی شد. کاوه توی یه شرکت کار میکرد. رشته‌شو ادامه داده بود و کم کم به این نتیجه رسیده بود که اگه بخواد رشد کنه باید بره. نه اینکه بخواد بره چون خسته شده بود یا فرار کنه. میخواست خودشو بسازه. میخواست فرصتایی که اینجا نبودن اونور پیدا کنه. ترانه حرفی نزد. نه مخالفت کرد نه تشویق. فقط کم کم سکوتاش بیشتر شد. وقتی بالاخره تاریخ رفتن مشخص شد دیگه اون شور اولیه بینشون نبود. نه به خاطر اینکه چیزی تموم شده باشه، بلکه چون هر دوشون فهمیده بودن که چیزی قرار نیست شروع بشه. نه اینجا نه اونجا. روز رفتن خدافزی نکردن. فقط وایستادن، نگاه کردن و گذاشتن که زمان خودش حرف بزنه. مونترال با همه برفا و خیابونای سردش یه جور سکوت کشدار داشت. اولش همه چی جدید بود. کلاس، زبان، فرهنگ، آدما. ولی بعد از چند ماه چیزایی که کاوه فکر میکرد عادت میکنه هنوز غریبه بودن. هر شب قبل از خواب گوشیشو برمی‌داشت و وارد پیج ترانه میشد. نه که چیزی ببینه، نه که حرفی بزنه. فقط نگاه میکرد. گاهی حتی یادش نمیومد چرا هنوز نگاه میکنه. بعد از مهاجرت رابطه کاوه و ترانه همچنان ادامه داشت. نه با شور و هیجان اول، ولی با همین تیکه کلامای کوتاه، پیامای ساده و تماسایی که گهگاه برقرار میشدن. کاوه از مونترال پیام میداد، ترانه تو تهران جواب میداد. هر دوشون سعی میکردن به هم نزدیک بمونن. اما فاصله زمانی و روزمرگی‌ها هر روز مانع بیشتری سر راهشون میذاشت. تو ماهای اول هر پیام هنوز بار احساسی داشت. کاوه از برفای سرد مونترال میگفت، ترانه از غروبای تهران. اما کم کم گفتگوها کوتاه‌تر شدن. کلمه ها فقط واسه پر کردن سکوت بودن، نه بیان دلشکستگی یا امید. ترانه بعضی وقتا اونقدر خسته بود که پیامای کاوه رو بدون جواب میذاشت. کاوه هم که تو دنیای جدید گرفتار درس و کار شده بود، حس میکرد هر بار که گوشیشو باز میکنه به جای بهونه واسه نزدیکتر شدن بیشتر در برابر یه دیوار بلند وایساده. این رابطه دیگه حضورش حس نمیشد. از جنس بودن نبود، بلکه از جنس نبودن هم نبود.
یه سکوت پر سر و صدا که آروم آروم اونا رو از هم دورتر می‌کرد. یه روز کاوه بعد از ساعتها بیخبری از ترانه پیام بلندی فرستاد. نمیدونم ادامه دادن به این شکل فایده‌ای داره یا نه. دلم برات تنگ شده، اما انگار این دلتنگی فقط منو خسته میکنه. ترانه همون شب جواب داد: منم نمیدونم، اما چاره‌ای نداریم. فاصله بزرگتر از ماست. رابطه تموم نشد، اما به تیکه‌های پراکنده تبدیل شد که هیچ وقت دوباره کنار هم قرار نگرفتن. کاوه تو مونترال موند و ساخت. خودشو ساخت، ولی همیشه بخشی از خودشو انگار جا گذاشته بود. نه چون هنوز عاشق ترانه بود، بلکه چون بخشی از خودشو فقط توی اون رابطه میشناخت. ترانه هم ادامه داد. زندگی کرد. شاید عاشق کس دیگه ای شد. اما اون بخش از زندگیش که با کاوه بود همیشه یه نقطه تاریک و روشن باقی موند. رابطه‌شون بی صدا از بین رفت. نه خدافزی، نه دلشکستگی. فقط فاصله‌ای که هر روز یکم بیشتر شد. یه شب وقتی ساعت نزدیک 3 صبح بود و برف پشت پنجره خوابیده بود، کاوه به خودش اومد. تو دستش یه فنجون قهوه سرد بود. یه دفعه متوجه شد که دیگه ترانه تو زندگیش حضور نداره. نه اینکه فراموشش کرده باشه، نه، اتفاقا هنوزم همه چی یادشه. اما اون روزا فقط دیگه بخشی از واقعیت نبود، بخشی از خاطره بود. گذشت. ماها تبدیل به سال شد. ترانه کم کم شد یه اسم، یه نقطه دور توی ذهنش. ولی بعضی وقتا وقتی تو مترو نشسته بود یا توی پیاده رویای تنهاییش، یا اون همه چی برمیگشت. صداش، خندش، حتی نوع نگاه کردنش. و اون وقت بود که کاوه میمون با یه سوال تکراری: ارزششو داشت؟ سوالی که جواب مشخصی نداشت. اون موفق شده بود. زبان یاد گرفته بود، پروژه گرفته بود. حتی بعضی وقتا از خودش راضی بود. اما با هر موفقیت یه تلخی کوچیکی هم میومد. تلخی که آدم نمیدونه از چیه، ولی میدونه از کیه. یه بار حدود 2 سال بعد از رفتن، کاوه تصمیم گرفت برگرده ایران. موقتی. نه دنبال کسی بود، نه دنبال روشن کردن چیزی. فقط برگشت چون دلش برای یه چیزی تنگ شده بود که نمیدونست چیه. خیابونا عوض شده بودن. آدما مشغول‌تر، شلوغ‌تر، بی‌حوصله‌تر. و ترانه تو همون شهری بود که با هم قدم می‌زدن. ولی دیگه از اون آدم سابق خبری نبود. نه کاوه همون بود، نه اون. حتی سعی نکردن همو ببینن. هر دوشون میدونستن چیزی برای گفتن نیست. کاوه برگشت مونترال. نه با دل پر، نه با خیال راحت. با یه حس خنثی. گاهی به این فکر میکرد که شاید اگه نمیرفت بازم با ترانه نمیموند. شاید رابطه‌شون هم مثل خیلی رابطه‌های دیگه بعد از یه مدت خاموش میشد. اما چیزی که ناراحتش میکرد این نبود که رابطه تموم شده. این بود که فرصت تموم نشدنش ازش گرفته بودن. فرصتی که هیچ وقت نداد به خودش و هیچ وقت ندید که چی میشد اگر میموند. الان بعد از چند سال هنوز اون سوال گاهی میاد سراغش. ارزششو داشت؟ و واقعیت اینه که نمیدونه. فقط میدونه که دیگه کسی نیست ازش بپرسه اگر نمیرفتی ما چی میشدیم. و کاوه توی اون آپارتمان کوچیکش تو مونترال گاهی به پنجره زل میزنه و با خودش فکر میکنه شاید هیچ وقت نفهمم. اما شاید همین نفهمیدن بخشی از بزرگ شدنه.